از لوله کردن غذاها هم بگیریم و از بس علیرضا غذای تند خورده، سس چیلی تندترینشه. تکله علیرضا هم نگاه کنید عرق کرده. من حالت والا یک کاسه برنج منم خورده بودم، الان حالت تهوع داشتم. سالادش من خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه است. چی؟ پیک اول و پیک آخره. آره این پیک آخره بود. آرش موسوی او پیک آخری بود که گفتی سلامتی خودم خودتا. این بلا اور سرمو بود. اولی با اشتباه بود.